حدود 4000 نفر از اقلیت کلشه در پاکستان که خود را از تبار اسکندر مقدونی میشمارند حق پیدا کردند یک قوم و مذهب الهیده ثبت شوند. دادگاه پاکستان روز 4 اپریل امر داد ضمن معرکه سرشماری اهالی یا مردم شماری قوم کلشه را به حیث اقلیت ملی و مذهبی ثبت کنند. این مردم که در یک منطقه دوردست پاکستان زندگی میکنند میگویند که از تبار سربازان اسکندر مقدونی هستند که بعد از حرکت نیروهای اسکندر به هند اینجا ماندند. درباره این قوم و مراجعت آنها به دادگاه صحبت داریم با بشیر احمد، همکارم از رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی. احمد، به برنامه ما خوش آمدید. و نخست میگفتید که چرا قوم کلشه به دادگاه مراجعت کرد تا آنها را همچون قومی الهیده ثبت کنند؟ تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. کلشه به این خاطر به دادگاه رفته بودند که اونا من حیث قوم هم میخوان که در مردم شماری شمار شون و من حیث یک مذهب دیگه میخوان که شمار شون. در می فرم مردم شماری پاکستان خانه مذهبشان نبود و می خاطر اونا میخواستن که ما را باید مسلمان حساب نکنن یا ما را باید هندو حساب نکنن که بعض مردم فکر میکنن که اونا هندو هستن. مذهبشان کمی مشابهت دارن با مذهب هندوها اما هندوها نیستن. با می خاطر اونا رفته بودن به دادگاه و دادگاه فیصله دادن که باید خانه مذهبشان و خانه قومشان باید ذکر شده باشند در فرم مردم شماری. دایر به شیوه زندگی آنها می گفته که از دیگر مردم پاکستان چه تفاوت دارند یا چه فرق دارند؟ یکی خو اینو بسیاریشان در کوه زندگی میکنن و کمی پیشرفته هم است به حساب نظریاتشان. مثلا اونا هیچ متعصب نیستن به حساب مذهبشان، به حساب قومشان. اونا اکثریتش زندگی در کوه هستن و از طبیعت لذت میبرند و میخواین که در طبیعت میباشن. اما اگر ما ببینیم در سالهای اخیر تعلیم هم سواد زیاد شده در قوم کلاش. اینا در مناطق چترال زندگی میکنند که با آن سوی سرحد پاکستان افغانستان هستند و نورستان یک ولایت افغانستان است که مشابه یک قوم مشابه هستند. اینجا نورستان و چترال هر دویشان یک، ما میتونیم بگیم که یک قوم است. اما نورستان، مردم نورستان مسلمان شدن، مذهب خود تغییر دادن، اما در کلاش اونا کلشی هم ماندن و مذهب خود تغییر ندادن، اما زندگیش تقریبا یک چیز است. مذهبشون یعنی گفتی به مذهب هندو نزدیک است یا به مسیحی یا به کدام مذهب؟ اگر مراسمی که اینا هر سال میکنن اگر ببینیم چند چیز در مراسمش در کلتور و در فرهنگش و در مذهبشان هستند. شما میتونین ببینین که یک چند تا از هندوها گرفتن، چند تا از آتش پرستا گرفتن و چند تا از عیسایی هم گرفتن، از مسلمان ها هم هستند در بینشان. مردم میگن که اینا وقتی آمدن در همینجا زندگی شروع کردن که اسکندر اعظم از مقدونی آمد و افغانستان به حساب اشغال کردن. اما بعد از این سکندر که رفتن این مردم همینجا ماندن، اما تحقیق نشان میدن که شاید صحیح نباشه. اما اگر اون طرف سر خط دیوران ما ببینیم در افغانستان، مردم که همی ادعای دارن در نورستان اونا باز مسلمان شدن. که چه قسم مسلمان شدن تحقیق شده که مثلا وقتی که وقتی مجاهدین که روسیه آمدن به افغانستان و بعضی مردمشان رفتن در پاکستان زندگی که شروع کردن و در پاکستان باز مدرسه ها رفتن و مسلمان شدن اکثرشون. و این مردم آیا با اقلیت های دیگر مثلا با مسلمانان و هندوها و دیگر اقلیت های مذهبی ازدواج میکنند یا فقط بین خود؟ در هر جایی که مثلا در مسلمان هستن و وقتی که ازدواج میکنن شرطشان این می باشد که اما دختر باید اسلام قبول کنند و اینا هم استثناء نداره. وقتی که یک دختر میخوان که عروسی کنن با آزادی میتونن که بکنن، اما مسلمان میشن و میرن
زندگی با شوهر مسلمان میکنن و یک چیز دلچسبی است که هیچ مشکلی ندارن که ازدواج کنن. البته محققینشان و سرانشان میگویند که اگر این قسم مثلا همی کار ادامه پیدا کنن و ازدواج دخترای کلاش با مسلمان صورت میگیرن، شاید نسلشان کم شد، به خاطر که اونا تقریبا تا 6000 نفر هستند در پاکستان که زندگی میکنند که بسیار کم هستند. پاکستان آبادیش بسیار زیاد، نفوذش بسیار زیاد است. 6000 نفر نمیتونن که زندگی کنن و نفوذ خود حفظ کنن و می خاطر کمی مشکلات دارن، اما به خاطر که ذهنش روشن فکر هستند مشکل ندارن که ازدواج کنن با یک مسلمان یا با یک قوم دیگه یا مذهب دیگه. و تحقیق وجود دارد که اینها واقعا از تبار اسکندر مقدونی هستند یا خودشون فقط ادعا دارند که از اون زمان موندند؟ خودشان هم کلشان ادعا را ندارن، اما بعضیشان میگن که فخر میکنن که از امرای اسکندر مقدونی آمده بودن و اینجا زندگی میکنن. اما تحقیق ثابت ما نمیتونیم بگویم، اما تحقیقی که شده بعضیشان میگن که اینا از امی جای بودن و در وقت بودیستا از امی زندگی میکردن و امرای اسکندر نامده. تشکر. همکارم بشیر احمد از رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر زیاد. تشکر از شما. تشکر.